باغبان و 3 ملای مفتخور. سلام، من قصه گوی داستانی راسان هستم. امروز اومدم یه داستان جالب در مورد باغبان زحمت کشی که 3 ملای مفتخور رو با خواری و ذلت از باغش بیرون میکنه براتون بگم. پس میریم با هم دیگه این داستان زیبا رو بشنویم. آوردن که 3 ملا با هم همراه شدند و گفتند چند روزی به یکی از دهات‌ها می رویم و در سبزه‌ها و باغ‌ها گردش و خوشگذرانی می کنیم. یکی از آنها یک صوفی بود با کلاه درویشی، دیگری به صورت ملایی بود با عمامه آخوندی و یکی سیدی بود با شال سبز. اینها از کسانی بودند که عادت کرده بودند کار نکنند و با مال مفتی از هر جا برسد روزگار بگذرانند. با یکدیگر همراه شدند و از شهر فاصله گرفتند و به دهی وارد شدند. همه جا را تماشا کردند و به یکی از باغ‌ها که درش باز بود داخل شدند و چون کسی در باغ نبود زیر درختی منزل کردند و هر کدام قدری میوه از درختها چیدند و نشستند و میخوردند و میگفتند. نزدیک ظهر بود که باغبان بیل به دوش از صحرا برگشت و وارد باغ شد و دید 3 مهمان ناخوانده با خیال راحت در وسط باغ دور هم نشستند و میوه میخورند و میخندند. باغبان که در سرمای شب‌های زمستان آن درختها را آب داده بود و شب و روز زحمت کشیده بود تا حاصلی بردارد، از دیدن خونسردی و بیخیالی آنها ناراحت شد و خواست بره جلو با داد و فریاد اعتراضی کنه و آنها رو بیرون بکنه. اما بیش از این که خودش رو نشون بده با خود فکر کرد اگر آنها آدم‌های سربراهی بودند که بی اجازه وارد باغ مردم نمی شدند و دست به میوه مردم دراز نمی کردند و با این لباسهای خوش ظاهر باعث بدنامی دیگران نمی شدند. از کار و رفتار آنها معلوم است که اینها آدم‌های بی حساب و مفتخوری هستند. بنابراین حرف حساب هم سرشان نمی شود. این بود که با خود گفت من یک نفری تنها هستم و اینها 3 نفری گردن کلفت. بی خیال. اگر اعتراضی بکنم ممکن است کار به گفتگو زد و خورد بکشد و حریف آنها نخواهم شد. پس بهتر است اول نقشه‌ای بکشم و تدبیری بکنم تا بین خودشان اختلاف بیندازند و تنها کارشان را بسازم. باغبان تصمیم خود را گرفت و بیل خود را به زمین گذاشت و یه خوشه انگور از درخت چید و خندان نزدیک آنها رفت و گفت سلام علیکم بابا، خیلی خوش آمدید. حال شما چطور است؟ آنها هم جواب سلام را دادند و چون می‌دانستند که کار بدی کردند از حرف باغبان تعجب کرده بودند. هنوز نمی‌دانستند چه بگویند که باغبان پیش رفت و نزدیک آنها روی زمین نشست و دنبال حرف خود را گرفت و گفت خیلی عجیب است. امروز من تنها بودم و حوصله‌ام سر رفته بود و خدا شما رو فرستاده که با هم باشیم و با هم صحبت کنیم. خب حال شما چطور است بابا؟ گفتند الحمدلله بد نیست. ما هم میخواستیم شما رو ببینیم، به دلمان برات شده بود. باغبان گفت خیلی خوش آمدید. اینطور هم که خوب نیست. فرش و اساسیه هم که نیاوردید و راحت نیستید. خاطر مهمان هم پیش ما خیلی عزیز است. و در ضمن گفتن این حرفا وضع و حال آنها را در نظر گرفت و دید از همه بی‌معنی‌تر صوفی درویش است. آن وقت رو کرد به صوفی و گفت بابا جان، من خیلی خستم، ولی در آن اتاق کنار باغ یک گلیم بزرگ است. بی زحمت شما آن رو بیاور و اینجا پهن کن و راحت بنشینید تا بعد برای ناهار هم فکری بکنیم. صوفی از جا برخاست و رفت که از اتاق گلیم بیاورد. آن وقت باغبان سرش را جلو برد و آهسته به سید و ملا گفت برادرها، من به شما 2 ارادت دارم، چون یکیتان ملا و اهل علم و مسجد و محراب هست و یکی هم سید و اولاد پیغمبر و قدم شما روی چشم، ولی معلوم نیست این صوفی درویشی بیکاره و تنبل و مفتخور را برای چه با خود آورده اید، چون او حق برگردن من ندارد و اگر این یکی نباشد شما 2 نفر می توانید تا 1 هفته و بیشتر تا هر وقت دلتان بخواهد همینجا بمانید و خودم از شما پذیرایی میکنم، ولی شرطش این است که من این آدم بیکاره رو بندازمش بیرون، بعد خودمان با هم میسازیم. وسوسه باغبان در آنها اثر کرد و آن 2 نفر دیدن بد معامله‌ای نیست.
گفتن حق با شماست آقا جان، ما هم از این درویش دل خوشی نداریم. او خودش رو به زورکی به ما چسبانده بود و حالا که برگشته اختیار با خود شماست. هر کاری میکنی بکن. باغبان گفت خیلی خوب، من حالا درستش میکنم. بعد همه ساکت شدند و همین که درویش گلیم را آورد باغبان با او گفت ببین درویش، من با این سید و با این آخوند آشنایی قدیمی دارم و آنها مهمان من هستند، اما من از صوفی جماعت خوشم نمی آید و بهتر است تو برای خودت فکری دیگری بکنی. آن چند تا سیب را هم برای خودت بردار بابا و برو به سلامت، برو جای دیگر. خداوند روزی تو رو جای دیگر حواله کرده. درویش که هوا را پس دید نگاهی به دوستان خود کرد و دید آنها سرشان پایین انداختند و خاموشند و هیچ حرفی نمیزنند. ناچار سری تکان داد و به آنها گفت بسیار خوب، من میروم. معلوم است که شما با هم همدست شده اید، ولی با این وضعی که من میبینم، با این نارفاقتی که شما دارید، شما هم خیلی از این باغ و از این باغبان نخواهید دید. آخوند و سید گفتند این دیگر به تو ربطی ندارد. درویش هم راه خود را گرفت و از باغ بیرون رفت. باغبان که دید سیاستش خوب از کار درآمد، چوبی برداشت و دنبال درویش رفت و پشت دیوار باغ درویش را تنها گیر آورد و گفت آدم بی انصاف، خجالت نمی کشی؟ بی اجازه وارد باغ مردم میشی و میوهی مفت میخوری؟ کدام پیر و مرشد به تو دستور داده که مال مردم رو بخوری؟ زود از اینجا دور شو که اگر دیر به جنبی مردم ده را خبر میکنم و بلایی به سرت میآورم که تا عمر داری یادت باشد. و بعد با چوبی که در دست داشت حسابی به خدمت او رسید و او را فراری داد. وقتی باغبان از کار صوفی فارغ شد برگشت و گفت انشاءالله که میبخشید، من اول نمیخواستم بزنمش، ولی چون زبان درازی کرد و ناسزا گفت خواستم درسی به او داده باشم. حالا یه چیزی شده و ما میتوانیم ستایی به خودمان برسیم. بعد آمد و نشست و قلیان چاق کرد و کشید و با خود فکر کرد حالا باز هم اینها 2 نفرند و من حریف هر دو نمیشوم. آن وقت صحبت را از سر گرفت و گفت ظهرم نزدیک است و باید به فکر نهار بود. سید آخوند گفتند نه عمو جان، ما میوه خورده ایم و سیریم، راضی به زحمت شما هم نیستیم، اصلا نهار لازم نیست. باغبان گفت جان شما نمی شود، ما اینجا این حرفا رو نداریم، 1 لقمه نان و پنیر هست با هم میخوریم. بعد رو به سید کرد و گفت آقا سید، قربان جدت، خانه ما نزدیک است، ولی آنجا بچه ها نمیگذارن بعد از نهار یه چرت بخوابیم. خوب است که تو جوانتری و زحمت را قبول کنی و به خانه ما بروی و بگویی باغبان میگوید ما 3 نفریم، نهار را بدهید و هر چی دادن رو بیاوریم، همینجا تا با هم نان و نمکی بخوریم. راهی دوری هم نیست، دست چپ کوچه دوم، دست راست در 4 را بزن و بگو از باغ آمدم. و باغبان میدانست که در خانه 4 کوچه دوم هیچ کس نیست. سید با شال سبز رفت دنبال نهار. آن وقت باغبان رفت پهلوی آخوند نشست و گفت ببین دوست عزیزم، من حرفی ندارم که چند روز یه آدم خوب و سالم را مهمان کنم، اما انصاف هم خوب چیزی است. من یک باغبان زحمتکشم، تو هم یک مرد و ملای زحمتکش که باید مسئله نماز و روزه را به مردم یاد بدی و به گردن من حق داری. خب من مخلص شما هم هستم، ولی این سید جز این که شال سبز به سرش بندازه چه هنری داره و چه کاری برای مردم میکنه که مفت خوری رو پیشه خود ساخته؟ تازه معلوم نیست سید هم باشه و ممکنه شال سبزش هم دروغی باشه و همین ها هستن که پیغمبر و امام رو هم بدنام میکنن. پیغمبر کی گفته که اولادش مفت خوری کنه؟ رفاقت با اینجور آدم ها شما را چشم مردم میاندازه. میخوام چند کلمه حرف حساب با او بزنم. خواهش میکنم بگذار حسابم را با او روشن کنم و او رو دنبال کارش بفرستم. آن وقت جناب عالی 1 ماه گرمای تابستان رو همینجا مهمان منید. من از شما مسئله یاد میگیرم، شما هم کمی استراحت کنید. آخر من میدانم که برای چه از شما پذیرایی میکنم، ولی نمیدانم این سید چه حقی دارد که بر سر باغ من و زندگی من خراب شده. آخوند که به طمع 1 ماه پذیرایی افتاده بود گفت حق با شماست، ولی آخر. باغبان گفت ولی آخر ندارد،
تو کاری نداشته باش، من خودم درستش میکنم. سید رفته بود و در را زده بود و کسی جواب نداده بود و دست خالی برگشته بود و گفت هیچ کس در خانه نبود. باغبان جواب داد خیلی خوب، هیچ کس در خانه نبود که نبود. اصلا میدانی آقا سید، من هرچی فکر میکنم با این آقا عاشق دوستی قدیمی دارم و دلم میخواهد بیشتر با هم تنها باشیم و از حال روزگار هم صحبت کنیم. تو هم بهتر از آن سبد انگور را برای خودت برداری و فوری زحمت را کم کنی، چون اینجا زیادی هستی توانی به سلامت بروی. سید نگاهی به ملا کرد و دید سرش پایین است و خاموش است و حرفی نمیزند. فهمید که باغبان کار خودش را کرده و وسوسه اش را در آخوند اثر کرده. این بود که سید با آخوند گفت بسیار خوب، ما هم رفتیم، ولی جناب آخوند این شرط رفاقت نبود که با هم بیاییم و حالا من تنها بروم و تو هم لال بشوی. آخوند گفت من چه چیز میتوانم بگویم؟ باغ مال من نیست. باغبان گفت همین است که گفتم. بله، باغ مال من است و آخوند هم مهمان من، سرور من و آقای من است و به هیچ کس مربوط نیست. تو هم از اول بیجا کردی که آمدی. حالا بفرما بیرون، وگرنه میدانم که چه باید کرد. باشد، ولی دارم میبینم که آخوند هم سروری و آقایی و دوستی قدیمیش خیلی از این مهمانی نخواهد دید. خدا حافظ. رفتیم که رفتیم. سید به راه افتاد و باغبان هم دنبال او رفت. دست گردن او رو گرفت و یه دست کتک حسابی به او زد و گفت خیلی پررویی کردی. بی اجازه وارد باغ مردم میشی و مال مردم رو میخوری، بعد هم زبان درازی میکنی. اصلا بچه شتر شبیه شتر، بچه شیر هم شبیه شیر، ولی تو چه چیزت به اخلاق پیغمبر میماند؟ آیا جدت گفته بیکار راه بری و دست به مال مردم دراز کنی و مفت بخوری؟ یا لازود از این آبادی دور شو که اگر مردم ده از رفتارت با خبر شوند آبرو برایت نمیماند. سید هم رفت. همین که سید دور شد باغبان برگشت به باغ و در را محکم بست. گفت جناب آخوند، حالا رسیدیم سر حساب. حالا چرا حرف نمیزنید؟ ملا گفت چه بگویم؟ باغبان گفت بگو ببینم، تو به چه حقی وارد این باغ شدی و دست به انگور و سیب و گلابی دراز کردی؟ من میخواهم بدانم در کدام کتاب و دین این را نوشته که بی اجازه وارد باغ و خانه مردم شوید و بی اطلاع صاحب مال در آن تصرف کنید و این را در کدام فقه و شریعت نوشتند؟ یا الله جواب بده، وگرنه با این بیل به حسابت میرسم. آخوندی بدبخت که از این پیش آمد هاج و واج مانده بود گفت در هیچ کتابی را ننوشتند، ولی آخر ما 3 نفر بودیم و مهمان بودیم. من که تنها نبودم. من نمیفهمم آن تعارف‌های اول چه بود و این اوقات تلخی آخر چیست؟ باغبان گفت اولا که 3 نفر نبودید، هر یکی تنها بودید، همینطور که حالا تنها هستی، که مهمان هم نبودی برای که کسی تو رو دعوت نکرده بود. حالا هم هرچی من میگویم باید قبول کنی. آن تعارف‌های اولم مال این بود که من تنها بودم و تو 2 نفر آدم با خود همدست کرده بودی و این اوقات تلخی هم مال این است که تو گناهکاری و من این بیل را در دست دارم و وقتی کسی خودش به حساب خودش رسیدگی نمی کند دیگران به حسابش باید برسند. چه میگویی؟ ملا گفت هیچی حرفی ندارم که بزنم. اصلا اگر راستش رو بخواهی من آخوند نیستم و این عبا و عمامه رو خریدم تا بتوانم با این وسیله نان مفتی بخورم و اصلا سواد ندارم که بدانم کدام فقه و شریعت یعنی چه. دوستان من هم مانند من آدم‌های عوضی بودند و هر کاری بکنی حق داری، چون من هم به طمع تنها خوری رفقای خود را از دست دادم و سیاست تو سیاست خوبی بود. باغبان گفت حالا که اینطور است پس حقت را بگیر و با بیلی که در دست داشت صاحب عبا و عمامه دروغی را ادب کرد و او را به زاری و خاری از باغ بیرون کرد و در را بست و آن وقت قلیانش را چاق کرد و با خیال راحت نشست و حلقه های دود بود که به هوا میفرستاد. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. خوشحال میشیم نظرتون رو راجع به این ویدیو برامون کامنت کنید. اگر این داستان رو هم دوست داشتید حتما لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید و تا داستان بعدی شما رو به خدای پاک میسپارم.